بهترین لذت تو زندگی این که دوست خوبی داشته باشه، تو صورتش نگاه بکنید، نگاه تو صورتش ایمانت کامل تر بکنه. همنشینی با اون سبب افزایش هدایتت، ایمانت، اخلاقت بشه، معلوماتت بشه. اگه نگاه تو صورت، حتی پیامبر هم صلی الله علیه و آله فرموده، گفته بهترین همسرش که وقتی مرد او رو فرمان داد اطاعت میکنه، نماز 5 وقتش ول نمیشه، روزش ول نمیشه، عبادتش ول نمیشه، پیامبر معرفی کرده بهترین همسر. اگه مردش بهش فرمان داد حرفش به زمین نمیزنه، اگه مردش غایب شد در دو چیزش اونو حفظ میکنه، در مالش و فراشش، و اگر نگاه به صورت همسرش کرد آرامش پیدا میکنه، عفتش بالا میره، کامل میشه. دوست مؤمن هم همینه، اینا رو داشته باشه تو زندگی. اینا سعادت واقعا. هر کس نداره فقیر و بدبخت و بیچاره است. به پول نمیشه بنازید. روزانه خیلی ها دارن ورشکست میشن.